به این داستان تا آخر گوش کن. مطمئنم یکی از مؤثرترین و بهترین داستان‌های زندگیت خواهد شد که میتونه هم باعث تغییر فکر و بعد باعث تغییر زندگیت شود. یک روز یک نفر یک دانه تخم عقاب پیدا میکنه و این را میبره در لانه مرغ، در زیر پای مرغ میمانه و این تخم عقاب که به اصطلاح جوجه عقاب بعد از یک مدت با جوجه مرغا یک جا تولد میشه. این دقیقا همون کارهایی را میکنه که همین چوچه مرغای دیگه انجام میدن. قط میکنن و میره زمین میکنه و کرم پیدا میکنه میخوره، چون که فکر میکنه که مرغ است. از یک مدت زمان میگذره و این پیر میشه، با مرغا زندگی میکنه و بعد از یک مدت این در آسمان یک دانه عقاب میبینه که بسیار حیرت انگیز جذاب پرواز میکنه و بالای خود بدون از اینکه زیاد تکان بده روی خود فشار بیاره در هوا میبینی که موج میزنه و از فضای آسمان ها لذت میبره. بسیار طرف از اون که سعی میکنه یک رقم دیگه یک حس شوق میکنه که ای کاش من میتونستم او باشم. تحسین آمیز از مرغای دیگه میپرسه که او کی است، یعنی او کیست. یک مرغ جواب میده، میگه که او عقاب است، پادشاه پرنده هاست، او مربوط به آسمان است و ما مرغ هستیم مربوط به زمین میشیم. عقاب سالها مرغگونه زندگی میکنه و مرغگونه از دنیا میره. چرا؟ چون فکر میکنه که مرغ است. ببینین روی یک عقاب اطرافیانش چقدر تاثیر گذاشت و درسی که ما از این داستان میگیریم، هر کس میتونه درس متفاوت بگیره، اینکه اطرافیان و دوستان ما چقدر میتونه بالای ما تاثیر داشته باشه. ما شاید هر کدام ما یک معدنی باشیم، یک فرد خارق العاده‌ای باشیم، یک فرد بسیار توانمند باشیم، اما در محیطی که قرار گرفتیم، در خانواده‌ای که قرار گرفتیم، در بین دوستان و اطرافیانی که قرار گرفتیم و اگر اونا چیزهایی رو به ما میگن که تو نمیتونی، این نمیشه، تو به این کار ساخته نشدی و اینا روی ما تأثیر میگذاره، در حالی که حرفای مرغ روی یک عقاب، روی یک جوجه عقاب تأثیر گذاشت و تا آخر عمرش در حالی که عقاب بود مثل مرغ زندگی کرد و مرغ از دنیا رفت. پس در انتخاب اطرافیان و دوستانتان بسیار متوجه باشید.